ما تصمیم گرفتیم که یک گروه تشبسکار رو سال 1998 تشکیل کنیم. ماه مارس سال 2000 ما تشکیلات جمعیتی صداقت رو از قید گذراندیم. دو سیمفونی که امروز ساخته و استفاده داده شد و طلب زمانه جوابگوی است. شرط و شرایطی سیمخانه خیلی زیبا و شنام است. مقصد اساسی ما بلند برداشتن سطح نیکو احوالی مردم دهات توسط بهتر نمودن دسترسی به خدمترسانی های با صفت ساحه های معارف و تندرستی می باشد. تشکیلات جمعیتی صداقت از سال 2019 این جانب با راه و وسیله های گوناگون کار کرده ایستاده است. شما می توانید توسط الف موبی با رقم 93 777 4466 یا که سامانه بین المللی گلوبال گیوینگ کمک های خود را به تشکیلات پیشنهاد نمایید.